تو این آموزش با من همراه باشین یه کاروسل تصویر خفن و جذاب بسازیم. خب بریم با هم دیگه اون کاروسل تصویری خفن رو با هم دیگه آموزش بدیم. من یه کانتینر جدید رو توی این صفحه جدیدی که ایجاد کردم میندازم. برای اینکه نمای بهتری داشته باشه پدینگ 128 رو به بالا و پایین میدم. از این قسمت حالا کاروسل تصویر رو در کانتینر خودم قرار میدم و تصاویر لازم رو انتخاب میکنم. خب تصاویر من درج شدن اما ابعادشون ابعاد خوبی نیست. روی ابعاد کامل قرار میدم و تنظیمات رو به دلخواه خودم تغییر میدم. مدت زمان انیمیشن رو هم روی 2000 میلی ثانیه قرار میدم. حالا باید توی اون مرحله هستیم که اون کد جاوا اسکریپت و HTML خودمون رو باید به این کاروسل اضافه کنیم. ویجت HTML رو وارد کانتینرم میکنم و کد جاوا اسکریپت رو کپی و داخل این ویجت HTML پیست میکنم. حالا با تعریف کردن کلاسمون میتونیم این کاروسل جذاب رو بسازیم. اسم کلاسمون رو من اینجا گذاشتم سنتر کاروسل. کپیش میکنم بدون نقطه‌ای که در ابتدا هست و کلاس رو به خود این ابزارک کاروسل تصویر میمیدم، به کانتینری که این کاروسل درش قرار داره میدم. یعنی کانتینر رو انتخاب میکنم، قسمت کلاس CSS کلاس رو وارد میکنم. میبینید که به همین سادگی یک کاروسل جذاب چشم نواز داره. من اگه یه پریویو هم ازش بگیرم به این ترتیب میتونیم ازش استفاده کنیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کنیم.